یه روز قبل بازی ایران و قطر استادیوم استرالیای سیدنی که خودشون بهش میگن ANZ 87000 تا بودن، گنجایش داره البته برای المپیک. 100 خورده هزار نفرن نشستن تو همین استادیوم. کنفرانس مطبوعاتی کارلوس کیروش آندو، بعدش هم مربی بازیکن تیم ملی قطر و حالا باید ببینیم فردا تو این استادیوم بچه تیم ملیمون چیکار میکنن. ان شاءالله که برد دومو صعود به مرحله بعد. قیمت بلیط‌های بازی‌ها رو می‌بینید که زده از $5 شروع میشه تا $30 استرالیا، که خب حالا برای مراحل مختلف هم فرق می‌کنه. سایت رسمی مسابقات زده که آقا بزرگسال بخواد بیاد بازی‌ها رو ببینه 15 تا، کوچولوها $5 و بازی تیم ملی استرالیا هم هست که خیلی گرونه $49 مرحله گروهیش. البته به نسبت بازیایی که جای مختلف دنیا برگزار میشه قیمتش خیلی زیاد نیست. اینجا قیمت بلیت بازیای کریکت و بیسباله که خیلی گرونه. حالا داریم با این قیمت‌ها هم تماشاگر ایرانی فردا بیان استادیوم پر کنن. روز قبل بازی ایران جمعیتی که ملاحظه می‌کنید بچه‌ها اومدن استادیوم تا بچه‌های تیم ملی رو ببینن. حالا فکر نمی‌کنم البته بتونن، ولی خب امیدوارم که فردا بیاد استادیوم پر بشه. فردا چی میشه به نظرتون؟ من فکر می‌کنم که 40-50 هزار نفر بیان راحت. آره چون اینجا هم عرب زیاده تو این شهر، تو سیدنی، همین که ایرانی‌ها هم که فکر می‌کنم بالای 20000 تا بلیت فروخته برای ایران و قطعاً یه بازی خیلی خوبیه، چون بازی ایران قطر تو این گروه بازی حساسیه. آره دیگه بهترین بازی گروه و تو سیدنی هم فکر می‌کنم حالا اتفاقی افتاده این بازی تو سیدنی، ولی خب جزء بازی با کیفیت میتونه باشه. شما هم سیدنی تاش داری؟ من از پرت اومدم. بازی که شرق میشه، غرب استرالیا میشه. بعد بازی یک شنبه شون هم تو ملبورن دیدم، بازی اونجا رو دیدم. بعد دیگه از راه زمینی اومدم اینجا. و چند ساعت راه؟ درست 9 ساعت راه. 9 ساعت راه. بچه شما آره. هستن خوبی؟ بررسی اسمم علی. شما چی؟ علیرضا. علی و علیرضا طرفدار تیم ملی. چی میشه چند تا میزنی فردا؟ ما نتیجه بازی قبلی رو که 2-0 گفته بودم زدش و این بازی رو هم 100% باید بزنه، چون اگه نزنه واسش مشکل میشه. چون 3 تا تیم عربی تو گروه ماست. یه تیم ایرانیه که اگه بخواد به اما اگر برسه رفتن بالا سخته. ملبورنی نداریم اینجا؟ ملبورنی داریم. آقای ملبورنی، خود اون رفیقاتون سورپرایز نشده بودن چجوری 17000 تا ایرانی تو استادیوم؟ خب دیگه این غیرت ایرانیه دیگه، ما رو به ورزشگاه اصلا کشون بودن؟ آره. جانم آمادم. فردا چی میشه؟ میبریم دیگه، حتما باید ببریم انشالله. میبریم دیگه. بردن که بردیم، فقط تفاضل گل میخوایم. 5 تا 4 تا بازی رو میبریم. برزیل هم که قطعه کوچکی هست. آره. نه دیگه از جام جهانی به این بعد برزیل شدش آلمان.